میگویند یک پسر بچه بود، یک پرنده ای داشت در خانه در داخل قفس. بسیار پرندهش رو دوست می داشت و از این محبت پسر بچه با پرنده همه خانواده اهل عائله‌شان همه باخبر بودند. خب همه میدونستند مثلا این پرنده برای این پسر بچه مایدک چقدر ارزش دارد. به این خاطر بیشتر برادرانش خب خانواده همه از این محبت گاه سوء استفاده میکردند. خب به معنی اینکه مثلا او رو وقتی میخواستن یک کاری اگر فرمایند او انجام ندهد، او رو مثلا چی میکردن که اگر تو مثلا این کاری ما رو انجام ندهی ما پرنده تو رو آزاد میکنیم، تو به پرنده میمانی. خوب این پسر بچه میدان به خاطر اینکه پرندهش را از دست ندهد هر چی که آنها میگفتند، هر کاری که میفرمودند اجرا میکرد. این کار بسیار دوام کرد و پسر بچه از این سخنهایی که همیشه او رو میترسانیدند و به این چیز او رو میترسانیدند خسته شد. یک شب آمد خوابیده بود، زمستان، هوا هم سرد بود بسیار. صبح برادرش آمد او را بیدار کرد، گفت باید بروی از چشمه آب بیاوری. این پسر بچه هم میگفت هوا سرد است، من مانده هستم، خسته هستم، نمیخواهم، نمیتوانم. خب این برادرش رو اگر تو از خواب خسته برای آب نروی چشمه، من پرندت رو آزاد میکنم، به پرنده میمونی. خب این پسر بچه میده پهلو گشت، راحت خوابید و گفت هر کار که میخواهی انجام ده، من خودم دیشب او رو آزاد کردم، پرندم رو آزاد کردم و با آزاد کردن او خودم رو هم آزاد حس میکنم. خب این حکایتی زندگی ما انسان ها هست، فقط فرق از همون نوع پرنده هست. مثلا شاید اون پسر بچه با همون یک پرنده عادت کرده بود، با اون محبت بسته بود، اما پرنده ما مثلا فرق میکند. شاید پرنده بعضی از ما مثلا شاید حسن و جمال باشد، یا که نمیدونم منصب باشد، یا که پول باشد، یا که دیپلم باشد، موقعیتی مثلا اجتماعی باشد. هر گونه همین چیزها میتواند برای ما مثلا یک همون مثال همون پرنده باشد که ما نمیخواهیم به خاطر همون از ترس همون خودمون رو راحت تر حس کنیم. همیشه حتی نفسمون ما رو میترساند که اگر تو فلان کار را کنی پس مقامی تو چی میشود، پس مثلا جایگاهی تو چی میشود، پس تو در پیش دیگران مثلا چگونه جواب میدی، آدمان تو رو چی میگویند. همش از ترس همون ما در واقع برای خودمون یک قالب دیگر ساختیم، یک منی دیگر ساختیم که همیشه از آن میترسیم و برای خودمون هیچ وقت نمیتوانیم زندگی کنیم، چون نمیخواهیم همون پرندمون رو از دست دهیم، همون جایگاه، همون چیزی که ما با اون محبت داریم. به این خاطر این کسی گفته نیست که مثلا با آزاد کردن همون چیز میتوانیم ما خودمون برای خودمون زندگی کنیم، آزادتر زندگی کنیم و ترس از این و اون چیزهایی که مثلا ما رو به خود میگیرد نداشته باشیم. خب امیدوارم که ما توانیم از این پرنده هایی که همیشه ما رو عذاب میدهند دست کشیم و یک زندگی برای خودمون داشته باشیم.